شویده محمدجانوف مادر بلاگر مقیم آلمان شهزاد محمدجانوف معروف با تخلص عبدالرحمن 09 را به محبس نورک یگانه محبس زنانه تاجیکستان انتقال دادند. عبدالرحمن 09 روز 12 می به سامانه بامداد گفت که بیش صبح سه‌شنبه 2 می برای عیادت دخترش به بازداشتگاه رقم 1 شهر دوشنبه رفته است، ولی در آنجا به وی گفتند که دخترش را الکی به محبس نورک فرستادند. عبدالرحمن 09 گفت با وجود حکم سنگین زندان مادرش رو افتاده نشده است. چند وقت پیش بیبیم او را در بازداشتگاه عیادت کرده بود و گفت شکر احوالش خوب بود. برای من مهم امین بود که مادرم رو افتاده نشود، ولی از حکم دادگاه شکایت نکرد. از یک طرف فشار مقامات به این سبب شد و از طرف دیگر میفهمید که فایده ندارد. نظام دادگاهی در تاجیکستان حالا مثل نتاریوس شده است. هر چی را که دلشان خواست به دادگاه میبرند و امضای درکوریش را میگیرند، میگوید عبدالرحمن 09. دادگاه نویه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه روز 7 اپریل همگی بعد چند ساعت شروع مرافعه پروندهش شویده محمدجانوف را با اتهام افراطگرایی به 6 سال زندان محکوم کرد. افراطگری محمدجانوف طوری از مواد پروندهش برمیآید از نشر 2 شرح در زیر ویدیو در یوتیوب عبارت بوده است. عبدالرحمن 09 که چند سال باز در آلمان به سر میبرد و با ویدیوهایش در موضوع منع ستر و ایجاب در تاجیکستان نام برآورده است، حکم زندان مادرش را گاوسود نامیده و گفت مادرش را فقط برای ابراز نظر در اینترنت به 6 سال زندان محکوم کردند. این چه معنا دارد که هر کس فکرش از نظر مقامات تاجیکستان فرق میکند اکستریمیست است، گفت عبدالرحمن 09 به بامداد. در دادگاه نماینده دادستانی محمدجانوف را به آن متهم کرد که در یوتیوب در زیر نوار پسرش عبدالرحمن 09 و هم یک نوار اصلاح پلیوس مقابل ساختار دولتی در تاجیکستان شرح نوشته است. شویده محمدجانوف در مرافعه دادگاهی گفت که خود را گناهکار حساب میکند و از کردش پشیمان نیست. معلوم نیست که این اعتراف را او اختیاراً بیان کرد یا زیر فشار. در میانه‌های ماه ینور سال 2022 کارمندان اوباب تلفن شویده محمدجانوف را برای تفتیش گرفتند و روز 3 فوریه او را برای گرفتن تلفنش دعوت کرده به حبس گرفتند. وزارت کارهای داخله تنها بعد یک هفته بازداشت شویده محمدجانوف را تصدیق کرد و گفت که او بر اساس ماده 307 علاوه 3 به تشکیل فعالیت سازمان افراطی عیبدار می شود. تعقیب خویشاوندان فعالان اپوزیسیون و دیگر اندیشان موضوع است که مقامات تاجیکستان برای آن پیوسته از سازمان‌های بین المللی حامی حقوق تنقید می‌شنود، ولی مقامات جای داشتن کدام معرکه حساب شده تعقیب خویش و تبار منتقدان حکومت را رد می‌کنند و می‌گویند که آنها در تاجیکستان آزادانه کار و زندگی دارند.